من که میگم واسش گرون تموم میشه. زیادی تون رفته. آره آخه کدوم آدم عاقل این چیزا رو تو مقالش مینویسه؟ اذیتش میکنن. اذیتش میکنن؟ کاش فقط اذیتش میکردن. بیچارهش این کباب و گوجه بابا زور شو. آقا آوردن اینم کباب و گوجه. من که میگم تا دیر نشده باید بره معذرت خواهی کنه. موافقم. معذرت خواهی تاثیر میکنه. نه تأثیری که نداره ولی خب الان کباب و گوجه رو میزنیم دوره هم یه صفایی میکنی. آخه کیانشون ببین عزیزم یه مقدار تند رفتی. ای بابا یه روز اومدیم یه هوایی بخوریم، چرا ذهنتون رو مشغول می‌کنید؟ اومدیم جاجرود کباب بخوریم دوره هم ول کنید آقا. آخه قربونت ما با هم رفیقیم همکاریم، من دلم میسوزه برات. من که میگم نباید این سرمقاله رو مینوشتی. حالا که در روزنامه تا بستن خودت میفهمی من چی میگم. تازه اگه جون سالمه در ببریش شانس آوردی. آخه قربونت آدم هر چیزی که به دهنش اومد که نمینویسه که. همه ما میدونیم یه سری دارن بخور میکنن. ما که اینجا نشستیم مردم همه در جریانن، ولی هیچ کدوم از ما تو هیچ کدوم از مقاله هامون یا تو هیچ کدوم از روزنامه‌مون ننوشتیم اینا رو. خب شما ترسویی، دلیل نداره هر کاری شما انجام میدی منم انجام بدم. بعدم اصلا مقاله من سیاسی نبوده، مقاله من اقتصادی بوده. من تو مقاله‌ام نوشتم این پولا رو دارن یه جاهایی خرج میکنن که بهتره یه جاهای دیگه خرج بکنن، نه تو اونجا اولیا. همین. آخه قربونت یه مقدار کلیگویی میکردی، برای چی اسم بردی؟ بابا خیالتون راحت باشه، هم من اینقدر حرفه‌ای هستم بدونم تا کجا جلو برم، هم اونایی که در موردشون مقاله نوشتم اینقدر جنبه دارن که نیام منو بگیرن. خیالتون راحت باشه، کبابتون رو بخورین، از هوا لذت ببرین، منم اینجا در خدمتتون هستم. بازداشتم؟ دیدین گفتم روزنامه آخرین خبر بازداشت کیانوش استقرارزاده سردبیر روزنامه استقلال جوان. روزنامه آخرین خبر. چه خبره؟ قضیه این یارو استقرارزاده چیه؟ صاحب این روزنامه بوده، دستگیرش کردن، گویا ازش شکایت کرده بودن. چه کار کرده بوده؟ ظاهرا توی روزنامه‌اش از به سری کله گنده گیر داده که دزدی میکردن. اوه پس آویزونش میکنم. والا چی بگم دیگه، کار این روزنامه نگاراست دیگه. هر کی که دزدی میکنه که نباید تو روزنامه نوشت. کیانوش استقرارزاده سردبیر روزنامه استقلال جوان ضرر نمی‌کنی خانم. روزنامه بخر. جناب آقای استقرارزاده پاشین لطفاً. جانم. بله چیه؟ بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدم، غذاتون رو براتون آوردم. بذارش اینجا. بفرمایید. سرکار ببین، برو به رئیسات بگو استقرارزاده رو تو زندان نمیتونی ساکت کنی. برو به رئیسات بگو قلم استقرارزاده چیزی به غیر از حقیقت نمینویسه. برو بگو. جناب استقرارزاده من شرمنده‌تونم، بنده نگهبانم و وظیفه‌مو انجام میدم. خیلی منو ببخشید. آره؟ ببخشید لطفاً محبت کنین دیوار رو با قاشق سوراخ نکنین، من ممنون میشم ازتون. مرسی. آقای استقرارزاده وکیلتون تشریف آوردن. کیانوش جان سلام. کجایی؟ سلام، چطوری؟ خوبی تو؟ بابا تو کجا؟ ناسلامتی وکیل من هستی تو. اصلا جای نگرانی نداره. نگران نباش، همه چی داره درست میشه. جان من چی شده بگو ببینم. اون آقایونی که توی مقالت بهشون گیر داده بودی فوق العاده عصبانی بودن. باشون صحبت کردم، مقداری تونستم نرمشون کنم، ولی یه چیزی مونده. یه مقدار پول میخواد تا سیبیلاشون رو چرب کنیم. چرب کنیم؟ خب چرب کن آقا، چرب کن، من این تو نمونم. خب آخه عزیزم تو که میدونی من وضعم خوب نیست، پول مول تو دستم نیست. میدونم دستت خالیه. کمالفر یه کاری کن، برو پلو خواهر من، سند زمین پدری من دستشه، سند زمین جاجرود رو هم ازش بگیر. یه مقداری پول نقد هم تو جام میبهی تو یخچال قایم کردم، خواهرم میدونه کجاست. آقا هر کاری لازمه شما انجام بدید. خب تمومه دیگه. تمومه؟ ساکت لطفا. جلسه دادگاه از این لحظه رسمیه. نگهبانان متهمو بیارید.
ساکت لطفا. موارد اتهامی آقای کیانوش استقرارزاده رو قرائت کنید لطفا. متهم کیانوش استقرارزاده متولد تهران در این دادگاه به جرم نشر اکاذیب، تهمت و افترا به مسئولان رده بالای مملکت و همچنین تحریک به ایجاد اغتشاش محاکمه شده و باید پاسخگو باشد. موارد اتهامی به شرح زیر می باشد: 1. ایجاد تو که گفتی کار به دادگاه نمیکشه که. درسته؟ به نظر میاد الان تو دادگاهی همه چی داره درست پیش میره. چی داره درست پیش میره؟ دارم منو محاکمه میکنم. عرض کردم که درست داره پیش میره. چند نفر آدم مهم رو دیدم گفتن که این دادگاه تشریفاتیه، باید یه جوری جواب مردم رو بدن دیگه. پس مشکلی نیست؟ اصلا مشکلی نیست. تمام سیستم قضایی این مملکت مثل مول تو دستای منه. قربونت برم، ناراحت شده بودم، خیالم راحت کردی. راحت بشه. آقای کیانوش استقرارزاده. بله حاضرم. موارد متهمیتون رو شنیدید؟ نه. بله. پس لطف کنیم به جایگاه متهمین تشریف بیارید. پس گفتین که وابسته به هیچ دسته و هیچ گروهی نیست. نه خیر، من روزنامه نگار هستم. میتونین اینو ثابت کنی؟ این که روزنامه نگارم؟ نه خیر، اینه که وابسته به هیچ دسته ای نیستی. خب اینو که میگم نیستم، اینو الان خودم گفتم نیستم. حالا ثابت کن. آقای قاضی من اعتراض دارم. اعتراض به چی؟ بله؟ عرض کردم اعتراض به چی جانم؟ به اینکه آقای دادستان طوری با موکل بنده صحبت میکنن که مثل اینکه خدای نکرده ایشون متهم هستن. خب موکل شما متهمن دیگه. بشینید آقا. ادامه بدین آقای دادستان. پس گفتین که میتونین ثابت کنین. عرض کردم ثابت میکنم، اگر بخواید حتی من جان مادرم رو هم قسم میخورم. به جون مادرتون؟ آقای قاضی من اعتراض دارم. دیگه به چی اعتراض داری جانم؟ چرا در دادگاهی که مادر موکل من حضور نداره نام مادر موکل من گفته میشه؟ بشینید آقا. اعتراض وارد نیست. بشینید جانم. ادامه بدین آقای دادستان. چی داشتم میگفتم؟ بله، فرمودید که میتونید ثابت بکنید. عرض کردم میتونم ثابت بکنم، علاهده جان مادرم رو هم قسم میخورم. نه آقا، یک دلیل محکمه پسندی بیارین. قسم به جون مادرتون خوردن قبول نیست. من اعتراض دارم آقای قاضی، من اعتراض دارم. دیگه به چی آقا؟ ببینید آقای دادستان برای چندمین بار نام مادر موکل منو به کار میبرن. بشینید آقا. بشینید. اعتراض وارد نیست. آقای استقرارزاده، شما فرمودید که هدفتون از نوشتن این مقاله روشنگری بوده. همینطوره؟ بله، من اصلا منظور بدی نداشتم. مقاله من اصلا سیاسی نبوده. مقاله بنده اقتصادی بوده. بله، آقای قاضی هم همینو خوب میدونن. همینطور هیئت محترمه منصفه کاملا تو جریان هستن. آقای قاضی ملاحظه بفرمایید. این آقای استقرارزاده انقدر انسان نجیب و شریفیه که حد نداره. ایشون زمانی که کودک بودن باور بفرمایید شما نمیدونید وقتی که به باغ وحش میرفتن چطوری برای حیوانات غذا میبردن و میدادن. چقدر نجیبه. ملاحظه بفرمایید. این قیافه نجیب و نگاه بفرمایید. آیا این چهره از چهره یک اسب پیشه نمیگیره نجابت؟ مطمئن هستم که آقای قاضی البته با کمک شما هیئت محترمه در رابطه با آزادی موکل بنده کوتاهی نکرده و ایشون رو هر چه سریعتر آزاد بفرمایید. البته در رابطه با اون عدالت و شهرت شما که آمه خاص شده اصلا تو شکی نیست. مطمئن هستم این موکل بنده رو هر چه سریعتر آزادش میکنید و از خدمت شما زودتر مرخص بشه. کمال فرجان، شما روند جلسه رو چطوری ارزیابی میکنی؟ خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی مساعد بود. مساعد بود؟ آخه این دادستان یک جور بد اخلاقی به من نگاه میکنه، مثل اینکه با من پدرکشتگی داره. اون همینطوری باید برخورد بکنه. اگر برخورد نکنه که بقیه یه جور دیگه روش حساب میکنن. یعنی اونم؟ تو کمالفر دست کم گرفتی. نه، منظورم اینه که میخواستم بهت بگم که هیئت منصفه هم یک جور بد اخلاق. اونا هم؟ هی برام سوال پیش میاد. عجبه چرا من نفهمیدم؟ آخه اگه قرار باشه که تو بفهمی که بقیه هم میفهمن عزیز دلم. به خاطر اینه؟ عجیبه. هی برام سوال پیش میاد. اصلا تو نگران نباش.
تو به هیچ عنوان نگران برنامه نه، همه کارا رو به من سپردی، خیالت راحت باشه. فردا شبم با هم میریم دربند یک کباب میزنیم. بله میزنیم با هم. آقای قاضی دستور دادن برگردیم به سالن. برو خیالت راحت باشه، هیچ اتفاقی میشه. ساکت، لطفا ساکت. دادگاه رسمیه. خب هیئت منصفه پس از ساعتها گفتگو در موارد اتهامی آقای کیانوش استقرارزاده حکم خود رو صادر کرد. لطفا متهم قیام کند. آقای کیانوش استقرارزاده، هیئت منصفه شما رو در تمام موارد اتهامی مقصر شناخته. بر اساس این رأی دادگاه شما با 1 درجه تخفیف محکوم میشوید به تبعید در مناطق دور افتاده و در صورت لزوم اعدام میشید. آقا من اعتراض دارم. اعتراض وارد نیست. آقا اعتراض ختم دارم. جلسه رو اعلام میکنه. همه چیزو هماهنگ کرده بودم، من اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد. آقای اراده این هاشش خودشه، این نامرده. این همه پول از من گرفتی کارا رو انجام بدی، این بود انجام دادنه؟ من که هماهنگ کردم، متهمتونم که تبرئه شد. با چی هماهنگ کردی؟ با کی هماهنگ کردی؟ کجا تبرئه شدی؟ این متهم منه که محکوم به تبعید شد. یعنی چی شوخی میکنی؟ آخه من مثل آدم‌ها شوخی کنم؟ اصلا شما به اون کدوم سالن بودین؟ همین سالن شماره 8. من با سالن 7 هماهنگ کردم، با گازیش و با هیئت منصفه‌اش صحبت کردم. برو ببینیم بابا. آخه با 7 چرا آخه؟ تبرئه شدم من. آقا کمالفر شمایی؟ ببین استقرارزاده، این آدمه که رفت ماچ کرد این تبرئه شده. اون پول گرفته بود کار تو رو انجام بده، کار اونو. ببین آخه چی گل خوندی؟ فکر کردی استقرارزاده رو میشه حبس کرد همین راحتی؟ فیف که دیگه اینجا نیستم. وقتی نگهبانه میاد استقرارزاده رو ببره برای تبعید، دلم میخواست اینجا بودم و قیافه‌شو میدیدم. استقرارزاده رو همین نشناختیم. من میخوای تو حبس نگه داریم. هیچ کی نمیتونه استقرارزاده رو تو حبس نگه داره. حالا بهتون میگم. ببخشید جناب افسر کشیک هستین شما. من میخواستم برم دستشویی، نمیدونم اینجا دارم چی کار میکنم. ببخشید شما نمیدونید دستشویی کجاست؟ خستم کردی دیگه. این چه طرز رفتار با یه روزنامه نگار با شخصیته؟ من به خاطر این رفتار شما مطمئن باشید ازتون شکایت میکنم. من بیرون داشتم دنبال دستشویی فقط میگشتم. این جرمه؟ نه جرمه؟ بر منو نگاه میکنه. یک لحظه ساکت میشید یا نه؟ ببینید آقای استقرارزاده، بنده از روز اول با شما درست برخورد کردم. کاری نکنید اون روی سگ من بالا بیاد برم تا صبح آویزونتون کنم. حالا هم لطف کنید ساکت بشینید سر جاتون تا صبح بشه. فکر کردی استقرارزاده رو میتونید اینجا نگه دارید؟ حالا ببینید من با این قاشق این کمد رو هم سوراخ میکنم. مطمئن باشید
من اینجا بمون نیستم. وقتی این اومدین صبح دیدین که استقرارزاده نیستش، اون وقت میفهمین با یه آدم فرهنگی چطوری باید برخورد کنین. حالا مطمئن باشید. استقرارزاده؟ بله. چرا در نمیزنی میای تو؟ قاشق. کدوم قاشق؟ همون قاشقی که قایم کردید. من قاشقی قایم نکردم. تو جیب سمت راستتون. من قاشقی اینجا ندارم. تهمت نزنید. من دیگه این اسمش قاشق نیست، پس اسمش چیه؟ قاشق میزنی چی به من میخواین تهمت بزنی. قاشق کجا میبری؟ هر زندانی میتونه تو سلولش یه دونه قاشق داشته باشه. روزنامه آخرین خبر کیانوش استقرارزاده به تبعید محکوم شد. روزنامه سربرای تنگم وای دل تنگم خدایا ای خدایا روزگار اگر میشه لطف کن استدعا دارم آواز نخون. من یک مقداری اعصابم خورد هستش. اعصابت خورد شده؟ تو که با این چیز اعصابت خورد میشه اونجا بری میخوای چیکار کنی؟ چطور مگه آقا اونجا چشه؟ میگن انقدر اونجا گرمه که تخم مرغ بذاری رو سنگ نیمرو میشه. پس باید روزی 4-5 دفعه حموم کرد. حموم؟ اونجا آب نداره که حموم داشته باشه. یه چاه داره تو چند فرسخی که اگر هم آب داشته باشه لاشه حیوانی میافته توش کثیف میشه. این که خیلی بده، اونا مریض میشن. مریضی که اونجا همیشه هست. چه مریضی؟ پشه مالاریایی داره به این گندگی. وبا هم که خب همیشه هست. اگر اینا رو بگیری دیگه جزام نمیگیری. جزام داره اونجا؟ آره اونجا جزام زیاده. چند موردم تا اون دیده شده. استدعا میکنم شما بخونید دوباره. 15 میخوام ببخشید. اگر امکان داره یک جایی بیستید من دست به آب برم. یه مقدار جلوتر نگه دار بره دست به آب. برای چی وایسادی من نگاه میکنی؟ برو دیگه. من نمیخواست به دست به آب. هست باید به مقامات تحویل بدم. من معنی نداره. سلام علیکم. این اسلحه رو من اونجا پیدا کردم، همون جایی که منو فرستاد. اجازه بدین عرض کنم خدمتتون یه لحظه. از اونجایی که کار بنده به حوزه فرهنگ مربوط میشه، بنده نیست به اسلحه گرم در انظار عمومی دیده بشم. به خاطر همین واسه اینکه حسن نیتم رو ثابت بکنم این اسلحه رو من میذارم همینجا باشه.
ببخشید اگه باعث رعب و وحشت شدم، معذرت میخوام. ماشینم که روشنه، منم که رانندگی بلد نیستم. کجا بریم؟ مارنشم زد. آی شقیقه ها، اوه چرا اینجا ماسیدی؟ اوه کمال شقیقه یه نشیمنگز زده. باشو بکنم مخور.